امروز می‌خوایم بریم سراغ یه بحث خیلی داغ و البته قدیمی توی بریتانیا. چرا با وجود این همه فشار سیاسی، سپاه پاسداران هنوز در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار نگرفته؟ داستانی که یه طرفش یه مطالبه سیاسی پرحرارته و طرف دیگه‌اش یه بنبست پیچیده حقوقی. سوال اصلی دقیقاً همینه. چطور میشه که یه درخواست سیاسی با این همه طرفدار سالهاست که روی زمین مونده و به نتیجه نرسیده؟ آیا مشکل فقط نداشتن اراده سیاسیه یا یه مانع عمیق‌تر و قانونی سر راهه که کمتر بهش توجه شده؟ بیایید با هم این معما رو باز کنیم. خب، اینم از مسیر بحث امروزمون. اول از بنبست سیاسی شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ گره کور حقوقی ماجرا. ماهیت دوگانه سپاه رو بررسی می‌کنیم و می‌بینیم فرق تحریم با تروریستی خوندن چیه. در نهایت راه حل پیشنهادی را میشکافیم و می‌بینیم چطور میشه این مطالبه رو از یه شعار به یه قانون پایدار تبدیل کرد. بسیار خوب، بریم سراغ بخش اول. ماجرا از یه چرخه تکراری شروع میشه. از یه طرف فشار شدید از طرف پارلمان و افکار عمومی برای تروریستی اعلام کردن سپاه، از طرف دیگه یه جواب همیشگی و تکراری از طرف دولت. و این جواب یعنی چارچوب قانونی اجازه نمیده، دقیقاً همون جاییه که کلید ماجرا قفل شده. دولت در واقع میگه دست من از نظر قانونی بسته است. اما این جواب خودش یه سوال بزرگتر ایجاد میکنه. مشکل دقیقاً کجای این چارچوب قانونی هست که جلوی این کار رو گرفته؟ خب اینجا دیگه میرسیم به اصل مطلب، به قلب حقوقی ماجرا. تمام این بحث به یک قانون مشخص گره خورده، قانون تروریسم سال 2000. این قانون همون ابزاریه که دولت برای ممنوع کردن گروه‌ها ازش استفاده میکنه. اما مشکل اینجاست که همین ابزار محدودیت‌های جدی خودش رو هم داره. ببینید، این قانون واقعاً قدرتمنده. یعنی به وزیر کشور این اختیار رو میده که هر سازمانی رو که درگیر تروریسم تشخیص بده ممنوع اعلام کنه. اما یه امای بزرگ اینجا وجود داره. یه پیش‌فرض پنهان توی این قانون هست که همه چیز رو به هم ریخته. نکته حیاتی دقیقاً همینه. این قانون وقتی نوشته میشد، ذهن طراحاش درگیر گروه‌های مثل IIRA یا القاعده بوده، یعنی گروه‌های شبه نظامی و غیر دولتی. اصلاً فکرش رو هم نمی‌کردن یه روزی لازم بشه از این قانون علیه یه بخش رسمی از ارتش یک کشور دیگه استفاده کنن. و دقیقاً همینجاست که می‌فهمیم چرا سپاه پاسداران کل این سیستم حقوقی رو به چالش کشیده، چون سپاه یه پدیده منحصر به فرده که توی این قالب‌های قدیمی جا نمیشه و همین ماهیت دوگانش قانون بریتانیا رو عملاً فلج کرده. به این هویت دوگانه نگاه کنید. از یه طرف سپاه یه نهاد رسمی دولتیه. بخشی از نیروهای مسلح ایرانه، از دولت بودجه میگیره، فرماندهاش رو حکومت تعیین میکنه. اما از طرف دیگه همون نهادیه که توی گزارش‌های اطلاعاتی غرب متهم به مدیریت یه شبکه از نیروهای نیابتی و دخالت تو فعالیت‌هایی شده که تعریفشون از نظر بریتانیا تروریسمه. قانون سال 2000 اصلاً برای همچین موجودیت دوگانه آماده نبود. خب اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که مگه دولت بریتانیا سپاه رو تحریم نکرده؟ خب این کافی نیست؟ نه، اصلاً کافی نیست. و این نکته خیلی مهمه که بدونیم تحریم با قرار گرفتن توی فهرست تروریستی دو تا چیز کاملاً متفاوته، با اهداف و پیامدهای کاملاً متفاوت. این جدول خیلی خوب فرقشون رو نشون میده. ببینید، تحریم یه ابزار سیاست خارجیه، بیشتر دیپلماتیکه. هدفش فشار آوردنه، مثلا دارایی‌ها رو مسدود میکنه. ولی وقتی یه گروه تروریستی اعلام میشه، داستان کاملا امنیتی و کیفری میشه. یعنی دیگه هر نوع حمایت از اون گروه، عضویت یا حتی تبلیغ براش داخل خاک بریتانیا جرمه و مجازات سنگین داره. این یه قدرت بازدارندگی داخلی ایجاد میکنه که تحریم به تنهایی نداره. خب، اگه مشکل از خود قانونه، پس راه حل چیه؟ فقط فشار سیاسی فایده داره؟ نه. راه حل پیشنهادی یه چیزی فراتر از این حرف است. یه راه حل ساختاری و حقوقی که خود قانون رو هدف گرفته. یعنی بحث اینه که به جای اینکه سعی کنیم یه ابزار قدیمی و نامناسب رو برای یه مشکل کاملا جدید به کار ببریم، باید خود اون ابزار رو آپدیت کنیم. قانون رو برای تهدیدهای قرن 21 آماده کنیم.
تهدیدهایی که توش دیگه مرز بین ارتش یک کشور و یک گروه شبه نظامی خیلی وقتا مشخص نیست. راه حل پیشنهادی 3 پله مشخص داره. اول، یه بند به قانون اضافه بشه که خیلی واضح بگه بله، میشه یه نهاد دولتی خارجی رو هم تروریستی اعلام کرد. دوم، معیار اصلی بشه تهدید برای امنیت ملی بریتانیا. دیگه فرقی نکنه اون نهاد دولتیه یا غیر دولتی. اگه تهدیده باید بشه ممنوعش کرد. و سوم که خیلی هم مهمه برای دیپلمات‌ها، قانون باید بگه این کار لزوماً به معنی قطع کامل روابط دیپلماتیک با اون کشور نیست. این کار نگرانی‌ها رو کم میکنه. خب، پس چطور میشه از این چرخه بیپایان مطالبه و امتناع خارج شد؟ چطور میشه این شعار رو به یک قانون پایدار و کارآمد تبدیل کرد؟ نکته اصلی همینه. تا وقتی که خود قانون اصلاح نشه، این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. پس راه حل واقعی و پایدار فقط از خیابون و اعتراض نمیگذره. راه اصلی از داخل پارلمان و اصلاح دقیق و هوشمندانه قانونه. و این ماجرا ما رو با یه سوال خیلی بزرگتر و اساسی‌تر روبرو میکنه. این فقط داستان سپاه و بریتانیا نیست. سوال اینه که آیا قوانین امروز ما برای تهدیدهای فردا آمادن؟ فردایی که توش تشخیص یه نیروی نظامی دولتی از یه گروه شبه نظامی هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه. این سوالیه که جوابش امنیت همه ما رو در آینده تعریف میکنه.